صحابه جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید در سه مورد دلت را ببین، آرام می گیرد یا اینکه پریشان می شود. یکم، وقتی شنیدن قرآن. وقتی که صدای قرآن را می شنوی بنشین و گوش کن و اهمیت بده دلت را. آرام است یا اینکه پریشان. دوم، در مجالس ذکر بنشین و ببین دلت آرام است یا اینکه پریشان. سیوم، در تنهایی بنشین و اهمیت بده دلت را. دلت با یاد الله مشغول می شود